میخواید بدونید عاقبت جمهوری اسلامی چی میشه؟ پس خوب به این داستان توجه کنید. در دسامبر سال 1989 دیکتاتور بزرگ رومانی نیکولای چاوشسکو برای یک میتینگ بزرگ در مرکز شهر آماده شد. اون تمام دوربین‌های خبرنگارها رو دعوت کرده بود برای اینکه قدرت و محبوبیت خیالی خودش رو نشون بده. مزدورهای خودش رو به میدون آورده بود. چقدر آشنا، دقیقاً مثل همینایی که شبها الان تو میدونا فریاد میزنن بزن که خوب میزنی. اما ناگهان از وسط جمعیت یک نفر هو کشید. یک نفر تبدیل به 10 نفر و 10 نفر تبدیل به صدها نفر و 10,000 نفر شد. همون مزدوران هم همونجا در زیر دست و پای آتش خشم مردم از بین رفتند. بله، دیکتاتور دستگیر و تیرباران شد. اون در لحظه های آخر سعی کرد با وعده و وعید مردم رو آروم کنه، اما مردم تغییر میخواستن و دیگه وعده و وعید براشون کافی نبود. بله، این عاقبتی هست که منتظر جمهوری اسلامی و تمام هوادارانش هم هست. حالا شما هی برید و قیصر بیارید.